سلام. ببینین من یک راجع به لینک سازی داخلی سایت خیلی مهمه برای سئو. ببینید من قبلا یک مقاله منتشر کردم داخل سایت با عنوان تگ‌های مهم HTML برای سئو. داخل این مقاله یه قسمت اومدم راجع به تگ‌های هدینگ H2 تا H6 توضیح دادم. یه مختصر توضیح دادم. خب در بود این مقاله. فقط اشاره بود. حالا اومدم یک مقاله راجع به همینا تگ‌های هدینگ در سئو اومدم یه مقاله نوشتم. الان اینجا چیکار می‌کنم من؟ یا مثلا اومدم گفتم مثلا بنده در مقاله تگ های مهم HTML برای سئو، تگ های مهمی که گفته بودم یکی از این تگ های مهم همین تگ های هدینگ هستن که تاثیر در سئو دارن. اینو انتخاب میکنم و اینجا لینک این صفحه رو کپی میکنم. اینو و اینجا قرار خب میگم میذارم که صفحه این میشه یک لینک سازی. حالا این نوشته که منتشر بشه لینک این صفحه رو میارم برای اینجا. حالا اینجا تو این قسمت مربوط به این هدینگ ها جا میدم. خیلی راحت این دو صفحه به هم دیگه لینک میشن. این لینک سازی به همین شکله. یا سخت نیست. باید حواست باشه که مقالات که اصلا منتشر کردی و داری الان منتشر میکنی یک جوری ارتباط بینشون پیدا کنی و لینک سازی رو انجام بدی.